حس ذائقه انسان چگونه کار میکنه؟ زبان انسان به عنوان یک عضو مهم بدن انسان، بر علاوه اینکه در عملی صحبت کردن و در جریان گرفتن و نوشیدن مواد غذایی ما و شما رو کمک میکنه، یک عضو مهم برای تشخیص ذائقه مواد نیز می باشد. در حقیقت یک پل ارتباطی بین محیط و مغز انسان است تا ذائقه مواد به مغز گزارش بده. برای از اینکه ما و شما بتانیم حس ذائقه انسان یا اهمیت حس ذائقه انسان به صورت بهتر و خوبتر بر دانش آموزا تشریح و توضیح کنیم، فعالیت را که ما در نظر گرفتم اجرا میکنیم. برای اجرای از این فعالیت ما و شما یک تعداد خوراکی ها را آماده میکنیم. البته خوراکی میتونن نظر به محل یا جایی که شما زندگی میکنین متفاوت تر باشه. فعلا ما مالته را، لیمون، کیله را، سیب، نمک و بوره را انتخاب کردیم. روش کار چه قسم است؟ برای از اینکه این فعالیت اجرا کنیم، از یک تعداد دانش آموزایتان میخواین که تنظیم عملیه را، یعنی موادهایی را که شما آماده کردین اینا را پیش از پیش نبینن. وقتی شما فعالیت آماده کردین، از اینا میخواین که یک تعدادشان چشمایشان را بسته کنن. البته تیکه های صاف باید در دسترس باشه که چشمای خود بسته کنن با یک دستمال با یک تیکه. بعد بیایم موادهایی را که اینجا آماده کردیم برشان پیش میکنیم تا از روی ذائقه مواد تشخیص بده. اما در جریان تشخیص مواد از روی ذائقه باید بینی خود بسته بگیرن که پیش از اینکه مواد از روی ذائقهش تشخیص بدن از روی بوی تشخیص نکنن. نکته ای که اینجا خیلی مهم و قابل یادآوری است که باید بر دانش آموزا یادآوری کنین که همیشه ما و شما اجازه نداریم یک ماده را از روی ذائقهش تشخیص بدیم. مثلا در لابراتوار یا در یک جایی که شما یک ماده را نمیشناسین اجازه نیست تا او را از روی ذائقهش تشخیص بدین. تنها در آشپزخانه یا چیزایی را که میشناسین، موادهایی را که میفهمین خوراکی است، اونا را میشه از روی ذائقه تشخیص بشه. ما فعالیت شروع میکنم. برای اجرای از فعالیت من هم یک دستمال انتخاب کردم که اول باید چشم خود توسط از او بسته کنم. وقتی من چشم خود بسته کنم، موادی که اینجا وجود داره یار ما نمیبینم. اینا باید کسی باشه که بر ما پیشکش کنه تا ما از روی ذائقه اینا را تشخیص بدم. اما در جریان تشخیص باید بینی خود بسته بگیرم. من یکی از موادها را میگیرم، اما بینی ما بسته است. به شکل مثلا سیب. البته بر من واضح بود. شما میتونین قسمی که پیشتر گفتم وقتی بر دانش آموزا اجرا کردین فعالیت باید قبل یا پیش از پیش موادها را نبینم. به همین ترتیب مثلا من سیب را تشخیص دادم، دانش آموز دومی میاد کیله را تشخیص بده، سومی لیمون، چهارمی نارنج یا مالته را. به این ترتیب ما شما میتونیم عملیه را با نمک و بوره هم پیش بریم. نمک و بوره از لحاظ رنگ با هم مشابه هستند. مثلا در این دو قطعه که من قرار دادم ظاهرا تشخیصش مشکل است که توسط حس بینایی ما تشخیص بدیم که کدامش نمک است کدامش بوره است. برای اینکه ما شما را به راحتی تشخیص بدیم میتونیم از ذائقه‌شان استفاده کنیم که بفهمیم کدامش نمک است یا کدامش بوره است. با اجرای از این فعالیت به این شکل ما شما میتونیم اهمیت حس ذائقه را یا نقش حس ذائقه را در تشخیص ذائقه مواد تشریح و تفهیم کنیم.